شبیه سازی امامان. یکی از تناقضات مذهب پر از خرافات شیعه 12 امامی این است که چگونه یک امام در زمان واحد صدای هزاران نفر را می شنود و حاجت آنها را دقیق حفظ می کند و پاسخ می دهد. پاسخ این شبهه را از زبان یک آخوند بشنویم. خوشا به حال اونایی که انقدر میشناسن شما رو که وقتی وارد میشن در حرم با صفای شما رو میبینن. او زائر گفت امام رضا این همه زائر شما رو صدا میکنن، چجور جواب میدی؟ پرده ها جلو چشش کنار رفت، نگاه کردی به عدد هر یه زائر یه امام رضا مقابلش ایستاده داره گوش میده به حرفاش. حال فکر کنید اگر 100 میلیون شیعه همزمان به باور خودشان به 14 معصوم متوسل بشوند چه خواهد شد؟ آن وقت 1,400,000,000 معصوم شبیه سازی می شوند تا همزمان به حاجتهای شیعیان گوش دهند. آیا الله متعال برای شنیدن حاجت بندگانش نیازمند کس دیگر است تا نیاز مخلوقاتش را به او برسانند؟ و آیا این اولیای الهی از الله متعال مهربانتر هستند که اگر الله بنده را نپذیرد این امامان و بزرگواران آن شخص را به پیش الله متعال سفارش کنند؟ به نظر شما چرا این آخوندها مخاطبان خود را نادان و کودن فرض می کنند؟ Oh